اسم من هاوجین حسن مراده. بابام تو ایران زیاد تو زندان بود، به خاطر این فرار کرد از اونجا. اومد تو داعش. 1 سال تو موسل بودیم. اون 1 سال 1 ماه گرفتنش، گفتن جاسوسه. بعدين آزادش کردن، اونم فرار کرد، اومد سوریه. میخواست از سوریه فرار کنه بره بیرون. گرفتنش 4 ماه تو زندان بود. خیلی اذیتش کرده بودن و زده بودنش تو زندان بود. خیلی اذیتش کرده بودن و زده بودنش. بعد 4 ماه فرستادنش جنگ. گفتن یا میمیره یا برمیگرده پیش خانوادش. اون وقتم پدرم از اونجا فرار کرده بود. اومد تو 1 ماه و نیم زندگی مخفیانه میکرد. یعنی مخفی بود. داعش نمیدونست کجا زندگی میکنه. بعد اون 1 ماه یه روز تو خیابون پیداش کردن. دنبال قاچاقبر میگشت. گرفتنش بردن زندان. 6 ماه تو زندان بود. 5 ماه تو زندان بود. ما رفتیم طبقه. نه اومدن تو خونه با لگد زدن به در رو شکوندن. اومدن خونه، یعنی پیش اونا باید حجاب داشته باشه. همینجور اومدن تو، مثلا ما لباس خونه تن بود. اومدن تو، پدرمو گرفتن خوابودن زمین و اسلحه رو گرفتن رو سرش. یعنی تکون میخورد میکشتنش. ابو محمد عدنانی امر کرد به مثلا امنی یا شرطه اونجا. گفته بودن اگه پدر من ازدواج نکنم اونو میکشن. یعنی اونجا دختر هست 11 سال ازدواج میکنه، 10 ازدواج میکنه. اینجوری همه سنشون کمه. به خاطر این گفتم من سنم بزرگتره از اینا، باید ازدواج کنم. اگه ازدواج نکنم پدرمو میکشم. 12 سال ازدواج کردم. 1 سال با اون مرد بودم، بعدن کشته شد. اسم شوهر من وهبی بابایی بود. 23 سالش بود. یعنی اونجا مثلا اینجوری نیست که عاشق بشی، فقط همینجوری آدمو نشناخته میذارن یه 5 دقیقه 10 دقیقه با این لباسا باش حرف بزنی. بعد اون دیگه فوراً ازدواج میکنی. یعنی زندگی باهاشون سخته، زیاد گیر میدن. یعنی کلا آدم، من میگم شوهر نداشته باشه خیلی بهتره تا اینکه داشته باشه. بعد من ازدواج کردم. بعد 2 ماه اومدن سراغ مادر من بردن، گفتن کشته شدن. جلوی چشم خودم پدر و مادرمو نکشتن، فقط اومدن خونه گفتن مادرمو میبرم ملاقات پدرم ببینتش و زود برگرده. بردنش. بعد 2 روز 3 روز پیداش نشد. تو اخبار پخشش کردن که اون زن و مرد جاسوس ایران بودن، به خاطر همین کشتنش. اونجا بعد 1 سال شوهر من برادر 10 سالمو به خاطر اینکه رفته بود پیش مردم گفته بود یعنی این روانی و عصبانی و خوب نیست، به خاطر این خیلی زدش تا 10 روز رفت کما. بعد اون 10 روز دیگه نموند، مغزش خونریزی کرد. اون نموند. بعدن به خاطر اینکه من رفته بودم پیش همسایه همون عوام بودن، گفته بودم این اخلاقش خوب نیست و اینجوری میکنه. با چاقو زد پای من، زانومو زخم کرد. بعدن برادر کوچیکمو تمام بدنشو زخمی کرده بود، تمام بدنشو زخمی کرده بود و الان پایش شکسته، پلاتین توشه. اومدم اینجا تا عملش کنم. از اونجا تا من نزدیک 4 سال تو سوریه هستم، از ایران اومدم.
این 4 سال، یه سال اولش پدر مادرم فکر فرار نبودن، ولی اون سال بعدیش، اون 3 سال بعدیش هی میخواستن فرار کنن، راه جور نمیشد. اون بعدن پدرم و مادرمو گرفتن، گفتن شما جاسوس هستید، برای ایران جاسوسی میکنید. اینو بهانه آوردن و کشتنش. بعدن اونو کشتن دیگه. ما 3 تا بچه بی سر و بی مثلا همه کس بودیم اینجا. خواستیم فرار کنیم، به ما هم دونستن، ما رو پیش خانواده گذاشتن. اونجا زیاد میگفتن باید ازدواج کنیم و نمیدونم چی، ولی قبول نکردم دیگه. مثلا کفاله و اینجور چیزا رو قطع کردن. یعنی میگفتن باید ازدواج کنی. اینجا حتما، اینجا تو داعش وقتی شوهرت کشته میشه باید 4 ماه و 10 روز وایسی تا بعد اون دیگه راحتی بری. اون 4 ماه و 10 روز نه بیرون میری، نه مکیاج میکنی، نه لباس قشنگ میپوشی، نه ازدواج. بعد اون 4 ماه و 10 روز هر کاری مثلا دلت بخواد میتونی بکنی. شوهر من داعش بود، با نظام جنگیده بود، کشتنش. اون داعشی ها مثلا احترام برای زن قائل نیستن. مثلا تو خیابون باشه، تو هر جا که باشه زنو میزنن، هر جا. همشون عصبانی هستن، عقلشون کمه. شوهر منم از اونا بود. زیاد، یعنی زیاد خودشونو بزرگ میتونن، فکر میکنن از همه بزرگترن، از همه چیز زیادتر دارن، یعنی زیادتر بلدن. میگفت هرچی ما میشه، هرچی ما میگیم باید این بشه، وگرنه چیز دیگه ای نیست. یعنی انسان نمیتونه در زیاد سخت میگیره، نمیتونی در برابرشون زیاد بیستی، مخصوصا زن پیش اونا زیاد مثلا ذلیل میدونن. اون وقت من اومدم، من با پدر و مادرم، فقط من و اون برادر 10 سالم بود، با پدر و مادرم 4 نفر بودیم. الان یه برادر کوچیکم دارم، این 3 سالش، اسمش عبدالرحمنه. الان فقط اون مونده با هم. اون پدر مادرم کشتن و با برادرم. یعنی تو بیمارستان ها نگاه کنی زیاد بچه میارن، مادرشون ازدواج کرده، پدر خودشون نیست. یعنی زیاد میزنن، چشماشون خون میشه، تمام بدنشون زخمیه. الان تمام بدن اون برادر کوچیک منم تمامش زخمیه. یا مثلا بچه مریض نیست، باید همه کارات خودت انجام بدی. زندگی اونجا سخت بود، پس به خاطر همین خیلی زیاد، حتی تو معدن، تو منصوره، طبقه، همه اونجاها خواستیم فرار کنیم ولی نشد. حتی پولم دادیم به قاچاقبر ولی اون پول برد و رفت، یا ما رو تحویل امنی میداد. پول کم میاد اونجا، چیز خیلی گرانه. من حقیقتا یعنی مثلا همه انسان دوست داره راحت باشه. یعنی تو اونجا باید پوشید بشی، حتی چشمتم بیرون نباشه. یعنی چشمتم بیرون باشه گیر میدن، میگن باید حتی نه دست نه چشم بیرون نباشه، میگن گناهه. هرچی اخبار مثلا اینجا اونا میگن استشهادی، هر کی میره و کشته میشه و این اخبارها اینجور تو اونجا پخشش میکنن. تو داعش امنین گفتن اونجا زن و اذیت میکنن، به زور میگیرنش، میزننش. از این حرفا زدن، یعنی حرفای زیاد میزدن، انسان میترسید که بیاد بیرون. ولی بعدن هر جور تو اینجا یه خواهر اینجاست،
باهاش حرف زدم میگفت اصلا اینجوری نیست، رفتارشون بازن از مردم خوبتره. میگفت یعنی احترام زن و از مرد بهتر میگیرن. وقتی من از اون مرز داعش خارج شدم اومدم مثلا این مرز قصده و یپجه، انسان مثلا چهرش صورتم زیاد خندم بود، نمیدونم چیه، ولی مثلا زیاد خوشحال شده بودم این که نگاه میکنی اینجور رفتار میکردن. رفتارشون یعنی خیلی خوب بود با همه، حتی با مردها هم. مثلا بعضی میان بیرون نگاهشون میکنن میگن ازشون میترسیم، یعنی چهرهشون ترسناکه، ولی من دیدم حتی به خواهرم گفتم اصلا اینجوری که میگن نیستن. یعنی انسان خوشحال میشه وقتی دیگه از اونجا، یعنی شما اونجا نبودید مثلا ببینید زندگی اونجا چطور بوده تا مثلا بیای اینجا اکید خوشحال میشی. نه آره به خاطر مثلا اینا بود زیاد احترام زن و بچه رو میگیرن، یعنی اونی که اونا میگفتن اینجوری نبود اصلا. میگفتن مثلا زن و بچه رو اذیت میکنن، یه خواهر رو زیاد زدن و نمیدونم چی و چی، ولی انسان وقتی من خودم دیدم اصلا اینجوری نبود. این خودش برام خوشحالی بود. من وقتی که از داعش خارج شدم گفتن اینجا زن اینجا بودن تو قصده، گفتن ما پیام میفرستادم میگفتن زیاد احتراممون رو میگیرن، همیشه برای من پول میفرستن، غذا جامون همیشه گرمه، نمیذارن که ما کس داشته باشیم از هیچ لحاظی. یعنی میگفتن اینجا زندگیمون خیلی بهتره تا اونجا شوهرمون رو میگرفتن، زندان میکردن، اذیت هم میکردن، ولی الان شوهرشونم اینجا حتی اذیتشون نکردن و آزادش کردن. میگفت این راستش اصلا ما دوست نداریم از اینجا خارج شیم، همینجا پیش خودشون بمونیم. گفتن اگه میخواید انتقالتون بدیم ایرانم، حتی گفتیم نه ما همین جا میمونیم. یعنی میگفت احترامشون برای ما خیلی زیاده. برای زن و بچه‌م احترام زیاد قائل میشدن. یعنی اون مرد اینجا می اومد باهاشون با قصد جنگ میکرد، اونا یعنی احترامشو زیاد میگرفتن، مثل خودشون باهاش رفتار میکردن. یعنی این اونجا تو داعش اصلا اینجوری نیست، مثلا بگیرنش یکی باهاشون به جنگ یعنی زیاد میزننش با گل با تیر، این چیزا اذیتش میکنه، یعنی تا بعدن سرشو میبرن. الان خیلی هم مثلا دوست داشته باشم بیان تو داعش، یعنی فکر میکنن اونجا خیلی خوبه و همه چی مثل اون شرع محمد رسول الله هست، همه چی مثل اونه، ولی واقعا اشتباه میکنن. اونجا زیاد ظلم هست، یعنی ظلمش زیاده. یعنی امیرهاشون خودشون مثلا میشینن غذا و نان و گوشت و این چیزا تنها خودشون میخورن، ولی اونجا نگاه میکنی بچه های یتیم افتادن شیر ندارن بخورن. از این مدت بگم 1000 بچه از گرسنگی مرده اونجا، ولی نگاه میکنی میری اون مکتب والی و این چیزا خودشون هیکلشون اینقدر چاقه، ولی اون اصلا فقط خودشون در نظرشون هست، نه مردمی دیگه.